بیاین با هم سطح زبان انگلیسیمون رو بهتر کنیم. قراره امروز چند فریزال ورب ضروری یاد بگیریم که تو مکالمه و آیلتس خیلی به دردتون میخوره. پس بیاین شروع کنیم. خب، عبارت اولمون look after هست. این یعنی مراقبت کردن یا به کسی یا چیزی رسیدگی کردن. حالا با من تکرار کنید. look after. عالی. یه بار دیگه. look after. چند تا مثال بزنیم. I look after my little brother every day. من هر روز از برادرم مراقبت میکنم. She looks after her grandparents. او از پدر بزرگ و مادر بزرگش مراقبت میکند. They look after the office when the boss is away. اونها وقتی رئیس نیست از دفتر مراقبت میکنند. Can you look after my cat while I'm away? Sure. I'll look after it and make sure it's fed. Phrasal verb دوممون come up with هست. این یعنی فکری به ذهن رسیدن یا راه حل یا ایده‌ای پیدا کردن. با من تکرار کنید. Come up with. عالی. یه بار دیگه. Come up with. I came up with a great idea for my project. من یه ایده عالی برای پروژم پیدا کردم. She came up with a solution to the problem. او یه راه حل برای مشکل پیدا کرد. They came up with a new plan together. اونها با هم یه برنامه جدید درست کردن. Did you come up with any ideas for the presentation? Yes. I came up with a new concept that might work well. سومین فریزال ورب امروز get along هست. یعنی با کسی رابطه خوب داشتن یا خوب کنار اومدن. با من تکرار کنید. Get along. خیلی خوب. یک بار دیگه. Get along. این مثال ها خیلی راحته. I get along with my coworkers. من با همکارام خوب کنار میام. She gets along with her neighbors. او با همسایه‌هاش رابطه خوبی داره. They get along very well as a team. اونها به عنوان یه تیم خیلی خوب کنار میان. Do you get along with your classmates? Yes, we get along really well. Everyone is friendly. خب، چهارمین فریزال ورب امروز running to هست. یعنی وقتی به صورت اتفاقی یا شانسی کسی رو میبینیم. با من تکرار کنید. running to. عالیه. یه بار دیگه. running to. این مثالا رو گوش بدین. I ran into my teacher at the supermarket. من معلمم رو توی سوپرمارکت دیدم. اتفاقی. She ran into an old friend in the park. اون توی پارک یکی از دوستای قدیمی شدید. They ran into each other at the airport. اونها همدیگر رو توی فرودگاه دیدن. Guess what? I ran into Sarah yesterday. Really? That's amazing. Where did you see her? دوستان، پنجمین فریزال ورب امروز take off هست. این چند معنی داره. یکی وقتی هواپیما از زمین بلند میشه و یکی هم وقتی لباس هامونو در میاریم. حتی میتونه معنی موفقیت سریع هم بده. با من تکرار کنید. take off. عالی. یه بار دیگه. take off. پس چند تا معنی داره. یکی برای وقتی هواپیما بلند میشه، یکی برای درآوردن لباس و حتی وقتی یه چیزی سریع موفق میشه. حالا نوبت شماست. با take off یه جمله بسازید. میتونید درباره سفر یا حتی موفقیت کاریتون بگید. توی کامنت ها برامون بنویسید.